سلام بچه‌ها، من برگشتم امروز با ویدیو خفن‌ترین و قدیمی‌ترین اسکیت شاپ مسکو به نام پرو اسکیت شاپ که این بالای اسکیت شاپمون هستش و ورودی هستش. در مرکز مسکو قرار داره و یکی از خفن‌ترین و مجهزترین اسکیت شاپ‌های کل مسکو هستش. وقتی که وارد اسکیت شاپ میشیم از همین اول کار بگم که کلی دکای فوتورک و با قیمت‌های مناسب به نسبت ایران اینجا میتونید ببینید و اینکه طرح‌های خیلی باحالی دارن. این از خود ما هستیم اینجا که میتونید یخچالشون رو واسه انرژیزا ببینید. این از فضای خود اسکیت شاپ هستش. کیفای اسکیتشون اینجا هستش و دکای باحالی دارن مثل همین دک که اینجا بهتون نشون میدم، اسکیت مافیا هستش و اینکه پروداکت‌های خیلی جذابی دارن اینجا. طبقه بالا که خفن‌ترین بخش اسکیت شاپ هستش خیلی محصولات زیادی داره و من تا به عمرم انقدر تخته اسکیت و تراکو یه جا ندیده بودم توی یه اسکیت شاپ که یک درخت کریسمس خیلی باحالی هم داشتن. این بود که از دکای اسکیت تشکیل شده. این برند معروف DGK هستش که قیمتش هم به پول ایران میشه تقریبا 3.5 و اینکه من امروز اومده بودم برای یکی از بچه هایی که سفارش داده بود این تخته ها رو گرفتم. برندش رو نخوندم چی بود، فقط از طرحش خوشش اومده بود، به اضافه چند تا تراک کوروکس که یکی از بچه ها سفارش داده بود. اینم همین الان اضافه کنم تو ابتدای ویدیو که اگه کسی مثلا سفارشی چیزی داره میبینه قیمت اینجا یه سری چیزا مناسب ارزششو داره، چون اینجا کلا محصولاتشون اورجیناله. اگه میبینه مثلا کسی لازم داره من میتونم براشون تهیه کنم و با یکی از مثلا دانشجوهایی که برمیگرده ایران براشون بفرستم. ولی خدای این دک لامصب خیلی باحاله. این از برند DGK هستش. این دیزوردره، واقعا برند خیلی خفنیه، مال نایجا هستش که قیمتش به پول ایران میشه تقریبا 4.5. بعد اینجا تخفیفات خیلی خوبی دارن واسه سال نو و مثلا این برند اسکیت مافیا ها یا همون دوتای بالایی هستش 3.5 تقریبا. و اینکه اینا تراکاشون هستش اینجا که میبینید، تراکای مختلف، کروس، ایندیپندنت، نمیدونم تنسور، همه چی دارن اینجا. یه سایت خودش هم داره، یه سایت اسکیت شاپ هم داره که اونم حتما توی کپشن ویدیو منشن میکنم، میتونید برید ببینید وسایلی هایی که دارن. اینجا بوشینگاشون هستش، بولورینگا هستش. اینا چرخهای پیگه که با پول ایران مثلا این یکیش میشه تقریبا 1,600 1,300 و اینکه اینا کل چرخها هستش، چرخهای اسکیت فایر با قیمت تقریبا 2.5. اینجا کل وسایل تجهیزات ریزر پد و نمیدونم اسکیت تولز و همه اینا رو دارن. اینجا کلاهاشون هستش، اینا کیفاشون هستش. مثلا یک کیف اینجا قیمتش این یکی خیلی گرونه، به پول مثلا میصرفه T60 بگیریم. و اینکه این هستش تقریبا 250. ولی مثلا این فوت فورک این باید ارزون تر باشه. آره مثلا این میشه 1 تومن این کیف فوت فورک شدم که خیلی فینگر بوردای خفنی دارن. اینا هستش فینگر بورداشون و طرحشون باحالی هم داره قیمتاشون رو، ولی نمیدونم چقدره، ولی فقط شما طرحا رو ببینید. و اینجاها یا مثلا این فینگر بورد
هم که جوراباشون هستش و دوباره فینگر بورد بالا. اینجا تکستک هم هستش، اینجا این بالا. و اینکه این دکم به نظرم خیلی خفن بود، مال ستار وار هستش. How much is this? The price? Ну, не продается. Это как... Not for sale. Oh, not for sale. این فروشی نیستش البته. و اینکه مرده رو چقدر خفن وایساده. این هم که کلن مال فینگر بورد هستش. و اینکه اینجا چی داریم؟ اینجا کمربنده رو داریم، کمربند ایندیپندنت، چیزای خیلی باحالیه اینا. وسایل ایمنی. و اینکه بریم طبقه بالا. کلا دیگه اینجا رو بهتون نشون دادم. حالا وایسید که بالا اصل کاری اینجاست. برند زیرو. اینو تقریبا میشه 4 تومن پول ایران. این چی برندش؟ اسمشو یادم رفت. ببینید، شما ببینید و کیف کنید فقط. این هم یه طرح خفنه دیگه. و اینکه قیمتش چقدره؟ 4,600 700 در میاد به پول ایران. پلن بی هم اینجا هستش. پلن بی چند قیمت هستش؟ 4 تومن پلن بی. و اینکه اینجا بخش اسکیت شوز، البته اینا رو یادمون نره. انجوی، آها اون یادم اومد، اون یکی که واسه دوستم گرفتم برند انجوی هستش. این برنده هستش انجوی، تقریبا 3.5 در میاد، 2.5. و اینکه اینا کفششون هستش. این برند معروفی که اسپانسری برک بتلز رو بر عهده داشت، قیمت های مختلفی داره، ولی مثلا این 4 تومن اینا کاملا اورجینال هستش، اینو باید حتما بگم. و اینکه 4 تومن این آدیداس اسکیت بوردینگه. این وای چقدر گرونه، 8 خورده ای. و اینکه اینا گلوب، آره این مثلا برند گلوب هستش با قیمت 2,150 تقریبا. و اینکه این چیه، چه خفنه. شما فقط نگاه کنید استایل، قیمت هستش تقریبا 5 تومن. و اینکه آها اینم المنت چقدر؟ تقریبا 5.5. و اینکه اینا دیگه لباسه، اونا کیف ها همه بالا هستش. آها اینا اسکیت کامپلیت هستش. مثلا برانداشون رو زیاد نمیشناسم، ولی مثلا از 5 تومن دارن، این 6 تومن. بعد این میشه تقریبا 5 تومن. و جالبیش اینه اکثرشون بازیافتی هستن، یعنی قابل بازیافت هستن. مثلا 4.5. این از این آلموست بود، آره این آلموست با قیمت میتونید ببینید یعنی، ولی تقریبا 4.5. انجوی هستش تقریبا 5 تومن. این هم از برندهای دیگه، اینا همه اورجینال هست. این تا فردا من فقط باید اینو بگم. این آلموست دوباره دیگه کلن فقط اسکیت. لباساشونو مثلا اینجا BGK ها با قیمت چقدر؟ هودی ها 4,150. اینا دیگه لباسای نازکتریه، واسه این فصل به درد نمیخوره اینجا، ولی قیمت مثلا این هستش 1,700-800 تومن. کاپشن المنت
مگه داریم همچین چیزی؟ وای. قیمت هستش تقریبا 3.5. و اینکه اینجا اتاق غروبشون هستش، اتاق غروب اینجا هستش و باقی لباسا اینجا. دک فیلیپ که اینا یکی امضا زده کنم مال پرو اسکیتراشون باشه. و آره دیگه ونس اسکیت هم بهتون نشون بدم. ونس اسکیت هستش 5 تقریبا. البته که برید توی وبسایت خیلی چیزای خفن‌تری هم میشه پیدا کرد. و اینکه لامصب چی کفشی دارن، این میشه 2.5 تقریبا. آره دیگه اینم از اینم که کامپلیت های دیگه شون هستش. و این کفش اینجا خیلی باحال سایز پای ییزس کرایس. آها اینم یه سری دیگه دک بود اینجا. خب اینم از ویدیوی معرفی معروف ترین و خفن ترین اسکیت شاپ مسکو که براتون گرفتم. و اینکه دوباره اینم میگم اگه کسی چیزی خواست اینجا میتونه به هم دایرکت بده و براشون من تهیه میکنم میفرستم. قیمتش هم خیلی ارزون تر در میاد. و اینکه همه محصولات اینجا اورجینال هستش، کاملا خیالتون تخت باشه. تا ویدیوهای بعد و اسکیت شاپ ها و اسکیت پارک های بعد، فعلا خداحافظ.